سلام. از پوشاک جینوست مزاحمتون میشه. یه کارت هدیه و تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته شده که باید تا آخر هفته با آدرس. تبریک میگم، شما برنده ست لباس گیپور مردانه و 6 جفت دمپایی کمر کرستی. آقای محترم، خودتون با زبون خوش میایید یه شورتی چیزی هم ما بخرید یا لا اله الا الله. اگه ظرف 24 ساعت آینده ما خرید نکنید دیگه پونه رو نمیبینید. حالا خوددانی. پونه الان اونجاست؟ آره، میخوای باش صحبت کنی؟ ما رو از چی میترسونه؟ خانم این دوستتون رو اینجور نمیشه تکون داد. حالا چه اصراری دارین لباس بخره؟ بو سگ مرده میده. و چه گناهی کردم آخه؟ 10 سال این پیرانه تنشه. از ما کاری بر نمیاد، خودتون باید کاری کنید. بابام میخواد ببینتت. میگه این پسره کیه انقدر وقت تو باهاش میگذرونی؟ الله اکبر. بیا بریم یه لباس خوب برات بگیریم، بابامو تحت تاثیر قرار بدیم. نشستیم دیگه حالا. پاشو ببینم. باشه. به فروشگاه ما خوش اومدین. شلوار خمره‌ای داری داداش؟ چی میگی واسه خودت؟ بیا اینجا ببینم. نمیشد یه لباس موجه‌تر انتخاب کنیم؟ میکی موس منی. حس ناخوشایندی دارم. بله. این پلویز پدل. این چه ورش آورده اینجا؟ مرد باید بوی طول سگ بده. خیلی شیکه که. سلام. مرد باید صدا آروغ بده. این چیه؟ اینا سلیقه ایشون پونه. مرد باید بوی فاضلاب بده. خب من مزاحم نمیشم. جون کجا؟ برم یه دوری بزنم. حالا بیا بالا، شاید جور شد. نه دیگه. بیا. خوابم میاد الان راستش. بیا یه بچه کرگدن داریم روپایی میزنه. بیا. پونه سویت هارت. نه دیگه. پونه جان ممنون.